آیا 30 روز پشت سر هم روزه گرفتن از طلوع تا غروب آفتاب یک قانون درست شده به دست انسان هاست یا قانون قرآن است؟ حقیقت مستقیما از قرآن. اسم من نادر پرحسن است و وبسایت من christianmuslim.org. ایمیل ادرسم npurhasan@aol.com است. قرآن هرگز دستور به 30 روز روزه‌داری در ماه رمضان را نداده است، بلکه دستور به چند روز روزه گرفتن در ماه رمضان را داده است. این مقاله تلاش خواهد کرد که پیام واقعی قرآن بدون دخالت هیچ انسانی را بیان کند. آیا قرآن تعداد روزه گرفتن را 30 روز اعلام کرده است؟ اجازه بدهید تا آیات قرآن را در این مورد بخوانیم و بگذاریم که مسلمانان خودشان نتیجه بگیرند که تعداد این روزه های ماه رمضان چند روز است. قرآن سوره 2 آیه 183 میگوید: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، یهودیان و عیسویان، مقرر شده بود. باشد که پرهیزگاری کنید. آیه بعدی لغت عربی که شروع میکنه ایاما معدوداتن. من این لغات را بزرگ کردم که ببینید در عربی اون چطوری نوشته شده است. معنی اون هست روزهای معدودی. هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد، تعدادی از روزهای دیگر و بر کسانی که طاقت فرساست کفاره است که خوراک دادن به بینوایی است، و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند پس آن برای او بهتر است، و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است. آیه بعدی میگه ماه رمضان که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. پس هر کس که این ماه را دریابد باید در آن روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد تعدادی از روزهای دیگر. خدا برای شما خواستار آسانی است نه سختی، و تا آن تعداد را کامل سازید و خدا را بدان سبب که راهنماییتان کرده است به بزرگی یاد کنید و سپاس گویید. لغات عربی که در قرآن استفاده شده است برای اعلام تعداد روزهایی که باید روزه بگیریم هست ایاما معدودات، که معنی دقیق آن است چند روزی. در زبان فارسی معدودات نیز به معنی تعداد کمی و ایام به معنای روز است، لذا غیر ممکن است این کلمات را از چند روزی به کل ماه رمضان تغییر داد. جالب توجه است که این لغات در جای دیگر قرآن استفاده شده است و معنی آنها هیچ وقت به 30 روز تفسیر نشده، ولی خیلی جالب توجه است که این لغات در اشاره به 2 روز در همان سوره بقره که از روزه صحبت شده استفاده شده است. خیلی عجیب است که روحانیون توجه نکردند که همین لغات یعنی ایاما معدودات فقط 19 آیه بعد از آیه روزه دوباره در قرآن استفاده شده است و خود قرآن توضیح می‌دهد که در دوران ماهی که در آن مسلمانان حج می‌روند مدت اعمال حج را می‌توانند در چند روز یعنی ایاما معدودات به جا آورند و اگر در 2 روز انجام دهند هیچ اشکالی ندارد. یعنی ایام المعدودات را اجازه میدن در این آیه خداوند که 2 روز باشد. و این آیه که من درش صحبت میکنم قرآن سوره 2 آیه 203 است که ایام معدودات را میبینید به بزرگی نوشتم. معنی این آیه این است: و خدا را یاد کنید در روزهای معدودی، پس هر که شتاب کند و اعمال را در 2 روز انجام دهد گناه نکرده و هر که تأخیر کند نیز گناه نکرده. این حکم برای کسی است که پرهیزکار بوده است و از خدا بترسید و بدانید که به سوی خدا باز خواهید گشت. حالا بیایید و این آیات در مورد حج و در مورد روزه را بغل هم بگذاریم و ببینیم که چقدر شباهت دارند. در دست راست در مورد حج و در دست چپ در مورد روزه. حج در ماه مشخصی است، آیه 197 سوره بقره. روزه در ماه مشخصی است، اون هم در سوره بقره آیه 185 به فاصله 12 آیه از هم دیگه. بعد میبینیم که در آیه 203 و 184 میگوید حج در قرآن برای چند روزی مقرر شده است. اون چند روز میگن ایاما معدودات
و در 184 میگه روزه در قرآن برای چند روزی مقرر شده است. آن هم دوباره میگوید ایاما معدودات. حج برای چند روزی است در ماه معین. 2 روز انجام دهد گناهی مرتکب نشده است که این در آیه 203 است و روزه برای چند روزی است که در ماه معین رمضان است. قوانین روابط جنسی در طی دوران حج مانند دوران روزه است و در آیه 197 و 187 آنها ذکر شدند. آیا در قرآن تناقض وجود دارد؟ قرآن سوره 4 آیه 82 می‌فرماید آیا در قرآن نمی‌اندیشند اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند. واقعاً عقل من نمی‌تواند درک کند که چطور این قوانین قرآن که در طول 20 آیات است و یکی پس از دیگری است، اما مسلمانان مدت اولی را برای روزه مدت دیگری قبول می‌کنند و دومی را مدت دیگر. مانند این است که خداوند مخصوصاً در هر دو مورد لغات را دقیقاً یک جور استفاده کرده است تا جای شکی برای کسی نماند که اشتباه کند. ولی رهبران مذهبی سالها پیش این تحریفات را به وجود آوردند و رهبران مذهبی امروزه این اشتباهات را کورکورانه پیروی می‌کنند. خداوند هیچ اشتباهی نکرده است وقتی در شروع آیه روزه میگوید روزه برای شما مقرر شد همانطور که برای یهودیان و عیسویان قبل از شما مقرر شده بود. و برای اثبات اینکه روزه در کتاب مقدس یهودیان و عیسویان هیچ وقت 30 روز پشت سر هم نبوده، اجازه بدهید تا نگاهی به تمام آیاتی که در مورد روزه در کتاب مقدس وجود دارد بکنیم تا تحریف بیجای رهبران دینی گذشته در این مورد کاملا واضح شود. کتاب مقدس در دوم تواریخ ایام 23 میگوید، به قرمز من نوشتم به مطلب مورد روزه را، میگوید تمام مردم یهودا روزه بگیرند. عزرا میگوید اعلام نمودم همگی روزه بگیرید. بعد آیه بعدی میگه من 3 شبانه روزه بگیرید. در آیه بعدی میبینیم میگوید که در ماه نهم تا در مراسم روزه شرکت نمایند. آیه بعدی از کتاب مقدس میگه به همه اعلام کردند که روزه بگیرند. آیه بعدی میگه که در ماه‌های پنجم و هفتم روزه میگرفتند. بعدی روزه ها و ایام سوگواریای که در ماه‌های چهارم، پنجم، هفتم و دهم برگزار می‌کردید و همینطور. ببینید در ماه به خصوصی چند روزی روزه گرفتن در تمام کتاب مقدس نیز دیده می‌شود. فکر نکنم حرفای این مقاله و آیات قرآن که ذکر شده حتی یک مسلمان متعصب را به فکر درآورد، اما شاید یکی را عوض کرده است، زیرا من یک مسلمان متعصب بزرگ شدم و خداوند را شکر می‌کنم که موقعیتی به وجود آمد تا توانستم خود را عوض کنم. ما همه انسان‌ها به دنیا می‌آییم و بعد از مدتی می‌میریم، اما فقط بعضی از انسان‌ها خدا را می‌پرستند و فردی مهربان از دنیا می‌روند، زیرا با همه همیشه مهربانند. کسانی که چنین زندگی داشته باشند وعده زندگی ابدی از طرف خداوند دارند و این قول خداوند در کتب الهی است.